بیننده برنامه اخباری آزادی هستید که 15 دقیقه به طور مستقیم پخش خواهد شد. سلام. امروز 22 اپریل است. من مومین احمدی شما را همراهی میکنم. در برنامه این گزارش ها را داریم. دو گنرالی که پس از تنقید امامعلی رحمان برکنار شده بودند دوباره در ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وظیفه گرفتند. سفر به اروپا مشکل می شود. اتحاد اروپا نقشه دارد که روای بی‌روادید به چند کشور را قطع نموده تقدیم ویزای شنگن به بعضی کشورهای دیگر را محدودتر نماید. نه راه می رفت نه گپ می زد. طبیبان تاجیک بار اول مغز سر یک ساکن رشت را که سکته مغزی گرفته بود جراحی کردند. من تا بهش می شیدم. می رفتیدم بهش می شیدم. ولی شروع کنیم از تعیینات کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. دو گنرال که در آغاز سال 2024 در پی تنقید پرزیدنت کشور و به دلیل بی‌مسئولیتی از مقام برکنار شده بودند منصب‌های نو گرفتند. فاتح قنقرادزاده سردار پیشین شعبه کارهای داخلی کلاب حالا معاون یکم سردار ریاست کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین گشت. فیض‌الله ناظم زاده که در گذشته ریاست امور داخلی ختلان را بر عهده داشت روز 22 اپریل معاون سردار خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی تعیین شد. رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی همگی یک سال پیش به خبرنگاران گفته بود که این افراد برای کمبودیا از منصب رانده شده دیگر در این ساختار کار نمی کنند. این دو گنرال پس از ترکیش ماشین سلیم سیولی زاده رئیس حزب خلقی دموکراتی در کلاب برکنار شده بودند. این حادثه را مقامات حمله تروریستی عنوان کرده 9 نفر را بازداشت کرده بودند. آن زمان پرزیدنت تنقید کرده بود که این افراد وظیفه خود را درست اجرا نکردند و پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی افزایش یافته است. در همین روز سرداران 18 شعبه کارهای داخلی از جمله در حصار و وحدت، کانیبادام و دنغره و فیردوسی و شاه منصور نیز عوض کرده شدند. سرهنگ یا پلکونیک الهام‌الدین ولیزاده معاون نوی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم زاده تعیین شد. ولیزاده تا این دم سردار شعبه کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت بود. و ده ها راننده تاکسی در دوشنبه میگویند چند روز اخیر به فشار کم سابقه ناظران راه روبرو شدند. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی رانندگان شرکت رخش تاکسی را بازداشته رقم‌های ماشین‌هایشان را میکنند و آنها را از حق کار محروم میکنند. رانندگان میگویند ناظران آنها را فشار میآورند تا با یک شرکت تازه تأسیس دیگر همکاری کنند. برای یوسفی و ارشاد سلیمانی با رانندگان تاکسی صحبت کردند. اینجا تماشا کنید. این شماره از رقم‌های قید دولتی سبز یا الکترومبیل هاست که در چند روز اخیر از تاکسی‌های شهر دوشنبه برچیده و نابود کرده می‌شوند. گروه از رانندگان تاکسی‌های شرکت رخش شکایت دارند که از آغاز ماه اپریل ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی آنها را بازداشته بدون پیشنهاد دلیل مشخص رقم‌های ماشین‌هایشان را مصادره می‌کنند. ما 200,000 قرض کردیم، خمونده جای کارگوی تشکیل کردیم، اساس شب بگیریم. ما باید همین اویلامون بخرونیم. لیکن یا گرفتن یک بوره مورا در راه قپیده گایا نمیرومون گرفتن. این ما نمیدونم یگان که صاحبش گفتن نمیتون. شرکت میریم صبر کن. اونجاش میریم گای میگه شرکت برین. اونجا دا میگه لیمیتون زیاد شده گای میگه. دیگه نمر باید نگه اینجا شرکت نمر گرفته دو دسته. ما نمیدونیم چیکار ما بانکمون چیکار میکنیم. اویلامون چی خیلی میخرونیم. ما میخوایم که بفهمیم همین کی تشکیل کرده برای چی کرده. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بر عوض مصادره رقم قید دولتی تاکسی ها سند را به رانندگان دادند که نه مهر دارد نه امضا. ماشینم 20 بود پیش خانه ده. ما دری کلو ندارم. ایجا ایستادگیش اومدن نمره را کندن نکردم. تو ای خانه برو اومدن گفتن نمره تا کندین. اونجا نویستین که مثال ممکن است فرمانه وقتی که در ماشین راننده وجود نداشته باشه ولی در وقتی چیزش ممکنه همین کار را کرد نمره ما را کندن. در شرکت رخش تاکسی رانندگان پاسخ مشخص نگرفتند و سرانیان حاضر نشدند که به خبرنگاران رادیو آزادی وضعیت را شرح دهند. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی برای شرح این موضوع نامه رسمی طلب کردند.
گفتم بیار نمره را بسپاری، نمر زرد داشتیم سپاریدیم تا حاز یکی نمر نمیتیم. میگن که صبر کنین نمر میشوه. میگه یک ماشین بانک اومدگی نمیدونیم چیکار کنیم. مردم قرضو را ای شرکت گفتم که نمره را بسپاری. نه ما چه خیلی برام ما در سوق سپردگی ما ای بانک قرض دارم باز برام با 10,000 گرد در جو بارم بتم. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه از ماه ایونی سال 2024 باید تمام شرکت‌های تاکسی در دوشنبه تا ماه سپتامبر سال 2025 تمامی تاکسی‌هایشان را برقی کنند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی 13 شرکت تاکسی موجود است که جمع الجمع 7777 تاکسی دارند. کواتا یا سهمیه تقسیم شده برای همه شرکت‌ها 4350 تاکسی است. اما برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت 90 850 تاکسی، شرکت 4x1 566 تاکسی، شرکت دیگری 4x1 441 تاکسی، شرکت 7000 572 تاکسی، شرکت 3333 210 تاکسی بیشتر از کواتا داشتند. اتحاد اروپا طرحی را بررسی دارد که اگر تا آخر امسال قبول شود دست بروسل را برای لغو یا بیکار کردن سفر بی‌روادید برای شهروندان 61 کشور از جمله گرجستان، مولداوا و اوکراین باز می‌کند. این پیشنهاد را کمیسیون اروپا هنوز در سال 2023 در میان گذاشته ولی پارلمان اروپا همگی هفته پیش بررسی این سند را شروع کرد. همکارم کیومرث عطا در این باره تفصیلات دارد و اینجا با ماست. کیومرث، چرا این حالت پیش آمد؟ سلام عبدالمومن، پیش از همه من و شما خوب میدونیم که گرفتن ویزای شنگن حالا هم آسان نیست و ظاهرا بعد از این دشوارتر خواهد شد. این دیگرگونی به گفته تحلیلگری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی ریکارد یازویک پیش از همه با هدف مبارزه با مهاجرت غیر قانونی است و دوم به قول او احتمال استفاده از روادید همچون وسیله سیاسی برای فشار به کشورهای سوم. این البته به کشورهای داخل دارد که شهروندانشان حق دارند تا 90 روز به ویزا به اتحاد اروپا سفر کنند. گرجستان و اوکراین از سال 2017 و کوسوو از سال 2024 از این امتیاز بهره‌مند هستند. مکانیزم حاضری بازداشتن سفر بی‌روادید که از سال 2018 عمل می‌کند تنها در حالت‌های سوء استفاده آشکارا تطبیق می‌شود. برای مثال افزایش شماره شهروندان کشورهای سوم که از 90 روز زیادتر در قلمرو اتحاد اروپا میمانند یا از سبک شدن نظام سفر برای دریافت پناهندگی استفاده میکنند. تاکنون اتحاد اروپا تنها یک دفعه نظام بدون روادید را اول موقتی و سپس به طور دائمی برای ونواتو یک کشور در جزیره های جنوبی اقیانوس آرام بازداشته است. معلوم می شود این دیگرگونی در حال حاضر به شهروندان تاجیکستان یعنی دخل ندارد چون میان دوشنبه و بروسل نظام سفری بی‌روادید یا بی ویزا نیست. در هر صورت کیومرث، چی تغییرهای احتمالی در پیش است؟ یکم در صورت احساس شدن ناهماهنگی سیاست کشور سوم با سیاست عمومی روادید اتحاد اروپا سبکی یا همین امتیاز بازداشته خواهد شد. چون این حالت در سال 2022 هم رخ داده است زمانی که صربستان به شهروندان بروندی، هندوستان و کوبا سفری بی ویزا را اجازه داد. بروسل اظهار داشت که بسیار از این افراد صربستان را همچون راه آسان و پنهانی برای درآمدن به حدود اتحاد اروپا استفاده میکنند. پس از فشار کمیسیون اروپا بلگراد از بعضی ترتیبات دست کشید. طبق قانون پیشنهادی برای چنین رفتار میتوانند جزا دهند. دوم سبب دیگری بازداشتن روادیدها این تهدید به اصطلاح هیبریدی گفته می شود. به مانند آنکه اتحاد اروپا روسیه و بلاروس را به فرستادن مهاجران از افریقا و آسیا به مرزهای لهستان یا پولش و لیتوا متهم می کند. سوم اگر کشور برای سرمایه گذاران برنامه تقدیم شهروندی را عملی کند یعنی به افراد امکان بدهد که به یگان ارتباط واقعی با آن کشور شناسنامه بگیرند پس سبک کردن نظام روادید با اتحاد اروپا در آینده نیز می تواند بازداشته شود. و چهارم طبق لایحه قانون هنگام پایمال کنی جدی حقوق انسان ویران کنی جدی قانون ها و معیارهای بین المللی از جمله قانون حقوق انسان و رعایت نکردن قرارها و حکم‌های دادگاه‌های بین المللی نظام بی‌روادید بازداشته خواهد شد. طور مقامات اتحاد اروپا تاکید می‌کنند و در این باره می‌گویند این قاعده زمانی به کار می‌دارد که همه امکانات دیگر تمام شدند زیرا اتحاد می‌خواهد تنها حکومت یک کشور را جزا بدهد نه اینکه تمام اهالی را. به همین دلیل است که در اول امسال اتحاد اروپا در پی عقب نشینی دموکراتیا در گرجستان تنها برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی تقدیم با امتیاز روادید را بازداشت.
تشکر کیومرسیاتو بینندگان ارجمند. تفصیلات بیشتر درباره نظام روادید سفر منطقه شنگن با عالم بیرونه را در سامانه رادیو آزادی بخوانید. پزشکان تاجیک یک نفری را که گپ زدن نمیتوانست و دست و پایش درست حرکت نمیکرد جراحی کردند. ساکن ناحیه رشت بر اثر سکته مغزی به این حال افتاده بود و جراحی شریان‌های معاینه سر که احوال این نفر را خوب کرده است باری اول در تاجیکستان تجربه می شود. این چی جراحی است و بیمار و پزشکان در این باره چی میگویند؟ براد یوسفی و ارشاد سلیمانی گزارش میدهند. سایعلی نورالиев ساکن 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشته نمیتوانست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغز سر او را به این حال افکند. اما پس از یک جراحی نادر که باری اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف میزند. دست و پوچه بهترین پیش حرکت سوس بود خیلی بود. حرکت سوس بود. جراحی شریان‌های معاینه سر را نظرالله رحیموف جراح معاینه سر در مرکز ملی طبی شفابخش معروف به قریه بالو انجام داده است. ما از شریان ایلاوگی یعنی از حساب شریان بیرونی خوب از حساب شریان بالای چکه خب ایلاوگی جدون نموده بعداً در قسمت‌های شریان‌های داخلی معاینه سر به مانند анастомозی آخر و پهلو خب گذاشته شد یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در معاینه سر میباشد. جراحی احیای گردش خون در معاینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج داشته است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با 5-10 هزار سومانی انجام می شود. ما از سال 2019 یک چند مرتبه اویدی بیماری یعنی نقصان‌های شریان معاینه سر در فدراسیای روسیه یک چند مرتبه تقدیم اختصاص گذارنده شد در اینستیتوی پیشرفته شهر مسکو فدراسیای روسیه یعنی اینستیتوت به نام سکلیفاسوفسکی اینستیتوت به نام پیراگووا و بردن که یک چند مرتبه تقدیم گذارنده شد. بعداً با دستگیری مرکزی стипендияи байналмилали дурахшандагон яъне бевоситаи бо дастгири ҳукумат ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам пешвои муоззами миллат ба мо шароит фароҳам оварда шуд ки яъне такмили ихтисос муддати 6 моҳ дар иёлоти муттаҳидаи амрика барои пешрафт ва боз ҳам сайқал додани саъи кӯшиш ва чунин амалиёти ҷарроҳӣ хоб сафар баркарда шуд. نظرالله رحیموف و همکارانش در شریان‌های معاینه سر و رگ‌های خواب 45 عملی جراحی انجام دادند که آخرینش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی‌روند بلکه اینجا نوبت گرفتند. همین دستم خودم. ایده حالا شکایت داشتم. 15 روز پیش شدین گفته. آخه در ششم کورس خواب بودم باعث اومدم برای که همینا خورده درویم. من تا بهش میشیدم. می‌غلطیدم بهش میشیدم. جراحی شریان‌های معاینه سر و شریان‌های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده می‌شد. با واسطه آن رگ‌ها پاککاری و گردش خون در معاینه سر تامین کرده می‌شود. بیمارانی که سکته مغز سر، نیمفلج طرف راست یا چپ بدن و ایرانشوی نطق، تغییر عقل و رفتار دارند از این راه طبابت می‌شوند. اکنون در خود تاجیکستان. برنامه اینجا به پایان رسید ولی خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شوند. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.